دولت و مزدوران جمهوری اسلامی الان عرض می‌کنم آقا صبر کن بزن حرفمو بزنم آقا تو حرف من نپر داری مزخرف میگی. ناراحتم چطور یک عراقی میاد دفاع میکنه از جمهوری اسلامی ایران. حتما میشه. کاش یک بار سوال بشه چطور آیا شما 300,000 مردم ایران 300,000 نفر مردم ایران کشته شدن. کاش یک بار. ببینید کاسبی که اپوزیسیون خارج از کشور شروع کرده با دشمنی علیه ایران راه انداخته، من مردم ایران رو خواهش میکنم بررسی کنید. ببینید تمام شخصیتایی که دارن با مخالفت با جمهوری اسلامی زندگیشون در اروپا، امریکا، کانادا، ببینید اینا چقدر ثروتمند شدن. ببینید چه پولی دارن از مستقیما از امریکا و سعودی و اسرائیل میگیرن. ببینید چند تا خونه خریدن تو اروپا، انگلیس و اگر این مخالفت ها نباشه این کاسبی ها تعطیل میشه. قابلیت تشخیص منافع ملی رو نداره اپوزیسیون. اگه داشت به جای اینکه این همه قلموی سیاه دستش بگیره و سیاست ایران رو سیاه رنگ کنه، حقایق جامعه رو میگفت. روحیه ملی ایرانی‌ها رو ضعیف میکنن، هر روز به ایرانی‌ها تحقیر میکنن، هر روز ایرانی‌ها رو در شرایطی قرار میدن که گویی جمهوری اسلامی دشمن مردم ایرانه. حالا فرصت نشد دشمن مردم ایرانه. اینکه مردم ایران ته دلشون آمریکا رو دوستش نمیدونن چیه؟ کودتای 28 مرداد، تحقیر خاندان پهلوی. وقتی شاه ایران بیمار بود و سرطان داشت، حتی امریکا، همین امریکای دوست خانواده پهلوی اجازه نداد او در امریکا درمان بشه. چون دوست جمهوری اسلامی شد. نه خیر. نه چون خیلی جالبه که چون برای بله اسلامی از خاندان پهلوی خرج می‌کنه. من از مردم ایران دفاع می‌کنم، از حقوق ایران دفاع می‌کنم. خاندان پهلوی هم بخشی از تاریخ ایران است. اتفاقا من از طرف خودم صحبت می‌کنم. هیچ وقت از مردم حمایت از صدام، حمایت از مجاهدین خلق، حمله به هواپیمای مسافربری، تحریم اقتصادی 40 ساله، ورود به جنگ با همسایه ما که هیچ ربطی به ایران نداشته، به خاطر شوروی بوده. خب چرا ترامپو میاری؟ عرض میکنم ترامپ منشأ همه این چیزا. پس بگم آمریکا تفکرشه. چرا از ترامپ حرف میزنی؟ سیاست کلی امریکا 17 سال تو افغانستان گرفتار شده. مردم افغانستان رو بعد از 17 سال جنگیدن با طالبان حالا میگه اجبار میکنه که با طالبان دوستی کنید. ببینید خیلی جالبه. همین امریکا در سوریه ترکیه رو درگیر کرده، در لیبی یمن و امارات رو درگیر کرده، عربستان باز یمن و سوریه رو درگیر کرده. ولی من رفتشو به شرایط ایران نمیفهمم. منطقه رو درگیر جنگ کرده. تمام کشور، تمام مردم منطقه رو دچار آوارگی، پناهندگی. به طور کلی با آمریکا من با سیاست‌های امریکا مشکل دارم. برای من چه فرقی میکنه کی تو کاخ سفید نشسته باشه؟ پس حتی ای کاش جمهور ایران این شهامت یک ملاقات با رئیس جمهور آمریکا نداره. آقای کلینتون از اون بر اومد، آقای خاتمی رفت دستشویی که باش رو نشه. موضوع شهامت نیست، موضوع افتخاریه، موضوع ملیه. با دشمن مذاکره کردن قاعده داره. ای کاش این غرور ملی از مردم ایران یک بار سوال بشه. حتما میشه. ای کاش یک بار سوال بشه. چطور آیا شما 300,000 مردم ایران 300,000 نفر مردم ایران کشته شدن؟ ای کاش یک بار مردم ایران سوال بشه. شما با سیاست‌های جمهوری اسلامی در مقابل آمریکا موافقت دارید یا ندارید؟ خیلی از این صحبت‌هایی که انجام میشه اصلا ریشه و مبنای دموکراسی خواهی نداره. اینا بیشتر یک بازی سیاسیه، یک جریان سیاسیه برای اینکه یک گروه سیاسی یک گروه دیگر رو بزنه. و آقای نوید افکاری که الان شما ازش اسم میبرید، دوستان دیگه اسم میبرن، یک مجاهد خسته در راه آزادی نبوده که جمهوری اسلامی بکشتش. ایشون یک بزهی داشته، طبق قانون به اون بهش رسیدگی کردن. حالا شما ازش شهید بسازید. ایران وقتی در دوران جنگ طبق اسنادی که هست بیش از 375 بار حمله شیمیایی به ایران انجام شده و این در سالهای آخر نبوده، از همون سالهای ابتدایی شروع شده. من حرفم اینه که جامعه جهانی، شورای ملل، در واقع شورای امنیت سازمان ملل چرا این رو محکوم نمی‌کرد؟ بیش از 85 شرکت آلمانی یا 19 شرکت فرانسوی، 18 شرکت انگلیسی و 18 شرکت آمریکایی در بمب‌های شیمیایی که ساخته شد در واقع دست داشتن. بذارید مردم ایران بدونن 150 حمله هوایی شد، 2000 فروند بمب به ما زدن و 20,000 گلوله خمپاره شیمیایی زدن. البته من متاسفانه من فکر میکنم براندازها و اپوزیسیون اگر میتوانند اکسیژن هم از مردم ایران قطع میکنن این کارو میکنن. ناراحتن، اون اصلا نجات پرسته. این حرف ایشون بوی نجات پرستی وجود داره. ناراحتن چطور یک عراقی میاد
دفاع میکنه از جمهوری اسلامی ایران، تهمت میزنن عامل اطلاعات ایران. تحریم به هیچ وجه به نفع مردم نیست، به هیچ وجه. هر تحریم ما دیدیم در عراق، تحریم های آمریکایی علیه عراق به ضرر کی تمام شد؟ به ضرر مردم. 2 میلیون بیشترشون کودک در زمان تحریم کشته شدند. از ابتدای انقلاب سال در واقع 28 مرداد 1358 این حزب دموکرات کردستان ایران، بخش شمالی و غربی ایران رو تجزیه میکنه با نیروهای مسلح بر علیه حکومت جدید در ایران. اعلام جنگ مسلحانه. بعد جالبه که با صدام ائتلاف میکنه، در ادامه با مسعود رجوی هم ائتلاف میکنه و بیش از 7000 سرباز ایرانی رو میکشن به اسم جنگ مسلحانه. و در مانیفستشون هم آوردن که دنبال اینن که یک جای یک کردستان مستقل داشته باشن. این دروغ مطلقه. اجازه بدید. دروغ مطلقه. به مانند همه 7 دروغی که در چند برنامه گذشته. اصلا تو برید بخونید تو بیانیه خودشون هم. بی‌سوادی مطلق، دروغ، فیک نیوز. حالا بپرید تو حرف من، وقت منو بگیرید، حق دارید، به خاطر اینکه دردناکه وقتی یک جریانی که ترور میکنه، کشتار میکنه، سرباز ایرانی رو میکشه رو تبدیلش میکنید به شهید راه آزادی. بعد حالا باید پشتش هم وایسید، حق دارید، همه خجالتش هم باید به گردن بگیرید. ببینید من برای اینکه خجالت و مزدوران جمهوری اسلامی الان عرض میکنم خجالت کجاست. ببینید وقتی که صدام به مردم حلبچه حمله شیمیایی میکنه و هزاران نفر از مردم خودش رو و مردم شریف ایران رو میکشه، جالبه بدونید اینم دروغ وزارت اطلاعاته. بدونید حزب دموکرات آزادی اصلا این کارو محکوم نمیکنه. اینا رو مردم ایران بدونن، برن بخونن، ببینن این جماعتی که الان پای مرز ایران وایستاده و بعد از 20 سال دوباره دنبال حمله نظامی به ایرانه، اینا چه. حالا من یه سوال دیگه هم دوست دارم آقای دستمالچی به من، این سوال شخصی خودم و آکادمیک خودمه. من موندم آقای قاسملو وقتی به دست ایرانی‌ها به قول شما ترور میشه، چطوری 3 سال بعد آقای شرفکندی میاد میشینه با ایرانی‌ها دوباره مذاکره میکنه؟ چقدر توهم. صبر کنید حرفمو بزنم. با جمهوری آقا صبر کن بزنم حرفمو بزنم. آقا تو حرف من نپر. داری مزخرف میگی، داری جر میکنی. شما هم دارید به ملت ایران توهین میکنید با این دروغایی که میگید. من به مزدوران جمهوری آقای دستمالچی به نظر شما گروه‌های مسعود رجوی و صدام حسین که متحد قاسملو شده بودن خوشحال بودن از اینکه آقای قاسملو بیاد بشینه با جمهوری اسلامی مشکلاتش حل کنه؟ این احتمال رو نمیدید که صدام و مسعود رجوی زده باشنش؟ این احتمال رو نمیدید که هر وقت ایران میخواست با اروپا نزدیکی بکنه یه فاجعه‌ای تو ایران اتفاق میافتاد و به گردن ایران میافتاد؟ همین این مسائل هم تو رو خدا به مردم ایران توضیح بدید. مرسی. اعتراضی مردم رو بگیره برای حق حاکمیت ملی. کنترل میدان‌ها، مناطق و محلات رو در دست گرفته بودن. به پایان میزگرد امشب رسیدیم. تا هفته آینده و روبروی دیگر بدرود. خسته نباشید.